مقامات تاجیک میگویند خروج ویروس نو در چین واردات مال از این کشور به تاجیکستان را چندان کم نکرده است. این در حالی است که جانب چین برعکس از کم شدن دادگرفت تجارتی با همسایه کشورهایش از جمله با تاجیکستان خبر می‌دهد. رهبریت خدمات گمرک تاجیکستان کاهش واردات از چین را در بیشتر از یک ماه اخیر به دیگر عامل ربط می‌دهند. شما همون معلوم است که ماه январ феврал برای جمهوری خلقی خیتوی این روزهای عید است، سال نوی خیتویی است. سال 2018 هم نیز دیگر سالهای پیشتر هم این سمت واردات کم وارد میشد با تاجیکستان. ماه январ نسبتا سال 2018 19 واردات اینقدر تاثیرش رساندگیش نیست. با تاکید مسئولین خدمات گمرک، تاجیکستان هرچند نظارت در گذرگاه‌های مرزی را پرزور کرده است، اما در واردات محصولات از چین محدودیت نیست. در ماه فوریه 51 عدد واسطه نقلیات کم وارد شده. این از حسابی که خودی جمهوری خلقی خیتوی کمتر محدودیت ماندگی از سمت خیتوی وارد شدنی مال‌های خودی خیتوی. تاجیکستان بجز از خوراکواری و محصولات نفتی بیشتر مالهای نیاز مردم را از چین وارد می‌کند. دادگرفت سالانه دو کشور زیاده از 650 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند کاهش واردات محصولات از چین به نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان تاثیر می‌رساند.